jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. سلام میکنم خدمت شما بیننده‌های محترم برنامه صندلی داغ. همونطور که مستظر هستید مهمان ویژه‌ای داریم امروز که تا دقایق دیگر میاد و شما میبینید که به صورت رندوم هم دیدید که انتخاب شد و یه فرد بسیار بسیار معروف و محبوبی هست. دیگه حرفی برای گفتن نیست. خواهش میکنم وارد شید. بفرمایید. عاشق رو بس کنید لطفاً بهش. هاشم به کجا وصله؟ هاشم کو؟ میگه عاشق کو. بفرمایید. من کجا بشینم؟ صندلی داغ هستش، چهارپایه داغ، حالا برای همون مثلا. بفرمایید عزیز من. این داره برای خیاطی هست یا نه؟ همینطوری پرسیدم. نه من میدونم برای چی، حالا نمیدونم شما فهمیدید یا نه برای چی. خب بریم کم کم برای آتیش بازی و فقط چجوری روشن میشه این؟ حله آقا حله. چی کار میکنی؟ نه میخوام ببینم اگه دروغ یا چیزی تو کارتون باشه قشنگ داغ میشه زیرشون و میفهمیم اوضاع از چه قراره. دمپایی هم یادم رفت، پاهم ترک خورده. صندلی دیگه نداشتیم بیارید براش؟ خیلی تنگ و کوچیکه، تقریبا همه جام افتاده بیرون. یه قسمتی کوچیکی رو صندلی. بذار الان صندلی تعوض می‌کنم. ممنون میشم. وایس. برم دمپایی هم بپوشم بیام، پاهم خوش شده. خودشونم نمیدونم دارن چی کار میکنن اینجا. نشید بشین حله. اوکی اینم عالی. اسپانسر برنامه هستش روغن زیتون اصل، فابریک نامبر وان، برادران خسرو به جز اصفر. قاعدتا تو بازار به وفور یافت میشه و پیشنهاد میدم تهیه‌اش کنید. خب آقای پدرخوانده اسم شما چیه؟ والا من اسمم چی بود خدایا؟ معرفی کن خودتو آقای. من مارلون براندو هستم، ملقب به پدرخوانده شما ایرانی. اوه پس همون گادفادر خودمون. گادفادر یا جی اف. رزومه کاری خودتون بگید، بیننده ها منتظر هستن. چه فیلم هایی بازی کردید؟ دوربین منه. آره دوربین شماست. فرانسیس نه آلفرد هیچکاک بود. فیلم هایی که بازی کردم فیلم های جذابی بودند، خیلی جذاب نبودن راستش رو بخواید، اصلا جذاب نبودن. فیلم های به درد نخوری بازی کردم. گادفادر 1 2 3 4 5 6 7
و چند تا فیلم دیگه. آقای گادفادر چقدر خانواده برای شما اهمیت داره؟ خانواده در مورد خیلی- مایکل بگید. خانواده خیلی مهمه، مخصوصا اگه مایکل باشه. مایکل کجاست؟ مایکل کو راستی؟ هاشم کو؟ اونایی که وصل بودن کجا؟ چرا شلوارم پاره شد؟ خانواده رکن اصلی رو داره. تو به خانواده که احترام میذاری؟ من احساس میکنم لباس یکم اینجا چیز شده. اصلا لباس برای شما نیست ظاهرا. یکم مارکینا هم فکر کنم زده بیرون. خب نه، یکم تنگه برای من. لباس این برای برای فرانسیس فورد کاپولا هست، کارگردان پدرخوانده. گردان پدرخوانده. بله. لباسش دم آخری گرفتم، هیچی نداشت دیگه، اینو از تنش در آوردم.